باور کنید یا نه کشوری وجود داره که میتونن به طور قانونی با بیش از 2 شوهر زندگی کنن. اگه تو این ویدیو از کشورهایی میگفتیم که فرهنگ و خانواده‌های پدرسالاری دارن یا کشورهایی که مردها رئیس و بزرگ خانواده به حساب میاد و تصمیمات زندگی به تصمیمگیری مرد بستگی داره، زیاد جای تعجب نداشت و چیز غیر آشنایی در فرهنگ ما نبود. اما ممکنه برای جوامع‌های خیلی زیادی جای تعجب داشته باشه که در کشور نپال زنان به عنوان رئیس خانواده تصمیم‌گیری‌های نهایی خانواده رو به عهده دارن و به نوعی مادر سالاری زندگی میکنن. زنانی که میتونن چند مرد رو همزمان به عنوان همسر خود معرفی کنن. اگه دوست دارید با کشور نپال و فرهنگ‌های عجیب و غریب این کشور بیشتر آشنا بشید، لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. و قبل از دیدن این ویدیو، اگه از این دست ویدیوها خوشتون میاد و دوست دارین با فرهنگ‌ها و جوامع مختلف بیشتر آشنا بشید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و با روشن کردن زنگوله به محض آپلود ویدیو جدید باخبر بشید و ممنون میشیم با لایکاتون از ما حمایت کنید. اگر از بسیاری از افراد بپرسید نپال کجاست، احتمالاً اون رو با قله اورست، بلندترین قله جهان میشناسن. درسته که قله اورست یکی از مهمترین جاهای دیدنی نپال به شمار میره، اما این کشور با جاذبه‌های گردشگری بسیار بیشتری از گردشگران دنیا استقبال میکنه. از موزه و معابد مختلف گرفته تا کوه‌ها و دریاچه‌های طبیعی بی‌نظیر، تنوع جاذبه‌های گردشگری نپال بسیار زیاده. کشور نپال یکی از کشورهای بسیار زیبا در همسایگی چین و هنده و پایتخت اون شهر زیبای کاتماندوه. کشور نپال کشوری کوهستانیه که بر روی ارتفاعات هیمالیا قرار داره. در سفر به کشور نپال، معابد و قله‌های سر به فلک کشیده گزینه‌ای هستن که نظر گردشگران رو به خودشون جلب میکنه. زبان کشور نپال نپالیه. کشور نپال با مساحت 140,797 کیلومتر مربع در جنوب آسیا واقع شده که در شمال اون چین و در جنوب، غرب و شرق این کشور هند قرار داره. 35% از جمعیت 30 میلیون نفری نپال در شهرها و بقیه در کوه‌ها زندگی می‌کنند. شهر کاتماندو که پایتخت کشور نپال با داشتن حدود 5 میلیون نفر پرجمعیت‌ترین شهر این کشوره. آب و هوای کشور نپال در نواحی بلند و مرتفع معتدل و در نواحی بسیار مرتفع‌تر سرده. بلندترین نقطه این کشور قله اورستی که در اساس پیمایش اخیر با 8884 متر ارتفاع در مرز تبت و نپال قرار داره. از نظر رفتاری مردم نپال اغلب مردمی سالمند و حقوق دیگران رو رعایت میکنن. دروغ نمیگن و بسیار ساده‌اند. عقیده اونها نسبت به بت‌پرستی راسخه و در انجام مراسم دینی مقید هستند. به عنوان مثال روزی برای احترام گذاری به مار که روزی برای محترم شمردن مشخص شده. از دیگر عقاید اونها که هرگاه فردی از خانواده نپالی ها مریض بشه و بیماری اون طول بکشه به گونه‌ای که احساس کنن در حال مردنه، سریعاً اون رو از خونه خارج میکنن و به کنار رودخانه میبرن تا فرشته مرگ خونش رو نبینه. مبادا افراد سالم خانواده نیز از دست اون در امان نمونن. تا حدودی میشه گفت مردم با خرافات زندگی میکنن. مردم کشور نپال بسیار علاقه دارن به ظاهر خود برسن و داشتن ظاهری زیبا و مرتب بخشی از فرهنگ مردم این کشور محسوب میشه. در کشور نپال زندگی به صورتیه که اگه شما بخواید با ظاهری نامرتب وارد خونه کسی بشید، گویی به اون شخص بی‌احترامی کردید. در فرهنگ مردم کشور نپال زندگی به صورتیه که اولا باید به سلامت خودتون اهمیت بدید و ثانیاً خودت رو در یک فضای هنری خوب قرار بدید. بسیار مهمه که بانوان احساس جوانی داشته باشند. امید به زندگی در این کشور بالا اعلام شده. اگه بخوایم از عجایب فرهنگی این کشور بگیم، باید به چند همسری زنان اشاره کنیم. در نپال زنان به طور قانونی میتونن با بیش از 2 مرد همزمان ازدواج کنند. وقتی از تعدد زوجات صحبت میکنیم، فکر میکنیم که مردها تنها کسایی هستند که در بسیاری از کشورهای آفریقایی یا آسیایی این سنت هنوز در آنها وجود داره که حق ازدواج با چند زن رو داشته باشند. چند همسری از زمانهای بسیار قدیم در جامعه نپال به عنوان یک موضوع انتخاب شخصی، موقعیت اجتماعی و گاهی اوقات به عنوان تعهدات اجتماعی رواج داره.
با این حال مطمئناً بسیاری هنوز اصطلاح پلیاندری رو نشنیده بودن. بله، چیزی که به زن اجازه میده با بیش از یک شوهر ازدواج کنه. اصطلاحی که تا چند سال پیش به سختی شناخته شده بود و عمل اون در نپال انجام میشد. کارشناسان کشف کردند که پلیاندری یک پدیده در برخی از گونه‌های پستانداران و حشرات. اگرچه یکی از اولین نمونه‌های انتقال یافته به انسان در قبیله ایریگوه نیجریه یافت شد که تا سال 1968 یک زن میتونست با 2 مرد ازدواج کنه. با این حال شمال هند، هیمالیا و به ویژه نپال از معدود کشورهایی هستند که یک زن میتونه با چند مرد، در این مورد برادران یک خانواده، ازدواج کنه. به طور کلی خانواده زنی رو انتخاب میکنه که با فرزندان خود ازدواج کنه و بچه‌های به دنیا اومده حاصل از این ازدواج چند همسری برادر بزرگتر را به عنوان پدر میشناسه و برادران کوچکتر یا به اصطلاح شوهرهای کوچکتر رو دایی صدا میکنن. عجایب این کشور فقط به این نقطه ختم نمیشه. سگ‌ها در نپال دارای یک روز مخصوص برای خودشون هستند به منظور رسم تیهار، فستیوالی که معمولاً در اکتبر یا نوامبر برگزار میشه. روز دوم این مراسم کوکورتیهار نام داره که در اون ارتباط میان سگ‌ها و انسان‌ها گرامی داشته میشه. در این روز انتظار تزیین کردن سگ‌ها با حلقه‌های قل و نصب یک نشان قرمز رنگ بر روی پیشانی اونها رو داشته باشید. خود سگ‌ها هم از این رویداد بسیار خرسند میشن. باراها چیترا یک عبادتگاه و معبد مقصد هندو در جنوب شرقی نپال در کرانه‌های رود ساپتاکوسی هستش. علاوه بر معماری حیرت انگیز معبد و جاذبه‌های دیدنی اطراف رودخانه، می‌توان یک شگفتی دیگر به نام سنگ جادویی در اینجا پیدا کرد. یک سنگ بزرگ و بسیار سنگین در زیر یک تالار سرپوشیده قرار داره. گردشگران ترغیب میشن تا این سنگ رو از زمین بلند کنن که البته جابجایی اون به تنهایی غیر ممکنه. اما اگر گروهی متشکل از 5 نفر یا بیشتر یک انگشت خودشون رو در زیر سنگ قرار بدن و همزمان رو به بالا فشار وارد کنن، سنگ به راحتی یک تکه کاغذ از جای خودش بلند میشه. این بود بخشی از فرهنگ سرزمین نپال، کشوری بسیار زیبا با فرهنگ و آداب و رسومی متفاوت. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. اگه مورد پسندتون واقع شده لطفاً با لایک کردن به ما انرژی بدید و اگه از این دست ویدیوها خوشتون میاد لطفاً با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با روشن کردن زنگوله به محض آپلود ویدیو جدید باخبر بشید.